در شهر خوجند در شمال تاجیکستان یک آلت قلابی به مبلغ بزرگ آشکار شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 6 نوامبر سال 2023 خبر داد که یک ساکن سالخورده این شهر دست به مردم فریبی زده یک ساکن نیز سالخورده خوجند را به مبلغ $30,000 فریب داده و اینک 3.5 سال باز پولش را نمیدهد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی در نتیجه برگزار نبودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 60 ساله ساکن شهر خوجند ماه می سال 2020 در حدود شهر مذکور با راه فریب به باوری مرد 59 ساله ساکن همین شهر در اومده از او $30,000 امریکایی همچون قرض گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. نسبت به گمان برشونده بر اساس ماده 247 قسم 4 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ پرونده جنایی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر در تاجیکستان موردهای قلابی به خصوص موردهای فریب هنگام معامله‌های تجارتی خیلی زیاد شده است. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 1491 مورد قلابی ثبت شده است که این قریب 13% از جمله 11612 جنایت در نیمه اول سال جاری در کشور رخ داده را تشکیل می‌دهد.